سلام. برق. اگه تو هم از قطعی برق خسته شدی و میخوای راه حل قطعی برق رو بدونی، 1 دقیقه وقت بگذار، لایک کن و برای دوستات هم ارسال. شما میتونید از موتور برق با صدا، دود و تامین سوخت استفاده کنید و یا اینکه از سانورتر بدون صدا، دود و نیاز به سوخت استفاده کنید. نحوه کار سانورتر به این شکل هست که در طی روز از پنل خورشیدی و یا برق شهری برای ذخیره سازی در باتری استفاده میکنه و در طی شب فقط از برق شهر استفاده میکنه و باتری ها رو شارژ میکنه و شما به راحتی میتونید استفاده کنید. سانورتر نیاز به آماده سازی نداره، فضای کمی رو اشغال میکنه، شما متوجه قطعی برق نمیشید و از همه مهمتر نوسان نداره و برای دستگاه حساس پزشکی، الکترونیکی و منازل عالیه. دیگه نیاز نیست موقع قطعی برق اعصاب خودت رو خورد کنید. با سانورتر همیشه برق دارید.